مادرت. خاک در دستی تو زر میگردد، به نزدیکی سرمایه کلانی به دست میآری. نامش چیست؟ حکیم ابن حزام. ای خوشنودی پدر و مادرت، تو شخصی بزرگ خواهی شد. ها، تو نیز ثروتمند میشوی. اون پسر بچه کیست؟ محمد پسر عبدالله. نزدیک بیا، نزدیکتر بیا تا تو را بینگرم. من فالبین لهبم، من اسد شروعم، نکته سنجی زیرکم و همه مردم مرا میشناسند. نامش چیست؟ محمد. چرا میگریزد؟ ایستا پسرم، ایستا، من چوبها را گرفته تو را فال ببینم. ایستا پسرم، نگریز. وای بر تو ای لهبی، مگر دیوانه شده ای؟ عقلت را خورده ای؟ وای بر شما، او کجا گریخت؟ نزدم بیاورید آن یتیم محمد را. وای بر شما، بگذارید او را ببینم، بگذارید او را فال بینم. این پسر یتیم محمد. به خدا او مقام بزرگی را در می‌یابد. او را بیارید، بیارید. ای قوم هاشم، ای فرزندان عبدالمطالب، سرور مکه عبدالمطالب وفات کرد. مردم عرب کسی را به جایش سزاوار نمی بینند. سوگند به خدا که پدرم سروری ستمگر هرگز نبود. مکه بی سرور مانده است. مرا گوش کنید پسران برادرم، به سخنان من گوش دهید. بگویید عمک. ما سرورزاده ایم و این مقام از بزرگان به بزرگان میگذشت. سروران قریش پدران ما بودند و این مقام را به کسی نمیدیم. راست میگوید عمک. بابایتان قصی سروری قومش بود. سپس سروری مکه و خانه حرم گردید. با قریشی ها آیین خوبی را گذاشت، مانند نگاه و بین کعبه و این چنین طعام دادن و سیراب کردن حاجیان. شما عهده‌داری ما و عموزاده های من را خوب میدانید. باری نزدیک بود که مردم شورش بردارند. بین همپیمانان خاندان عبدالمناف و همراهانشان بودند. قوم اسد پسر عبدالعزی، قوم زهرا پسر کلاب، قوم تمی پسر مرا و قوم حارث پسر فخر. سپس آنها به خلاصه آمدند و شرطنامه بستند که به یکدیگر من بعد خیانت نمی کنیم. بله عیناً همین طور بود عمک. قسمی از اهل قریش طرفدار عمویم و عبدیدار پسر قصی بودند و هم قوم محزوم و سهم و قوم جمح و عدی. همه‌شان برای خون یکدیگر جوابگر بودند و از این دو گروه خارج شدند. عمرو پسر لؤی و محارب پسر فخر. این چنین عبدوشمس کلانتر بود از عبدومناف. اگر شرطنامه صلح و تقسیم وظیفه ها نمی بود، مردم با هم می جنگیدند. نخست راهبری و تامین کردن خوراک حاجیان را به عهده گرفت عبدومناف، سپس هاشم و بعد از او عبدالمطالب. ای عمک، آنها مردمی دارا و ثروتمند بودند. حالا مردمی حاجتمند و کودکان بسیار شدند. امروز باید که به ما اهل قریش کمک کنند تا اینکه به حاجیان ما نیز بتوانیم کمک رسانیم. پدر خدا رحمتیم شاداب گرداندن زیارت کنندگان حرم و باغ‌های طایف را به عهده من گذاشته بود. بله، شاداب گردانیدن بر عهده عباس است، ولی پسران هاشم باید او را کمک کنند.
таом додан ва шодобгардонидани ҳоҷиёнро бояд мисли бобоямон қусай анҷом бидиҳем. ӯ аз сарватмандони қурайшӣ ки ба тиҷорат машғул буданд андоз мегирид то ин ки ба ҳоҷиён кӯмак бирасонад. این کار را چگونه میکنیم امک؟ کنون زمان دیگر گشت و همه ما دیگر گشتیم. به خدا سوگند امک، من نمیتوانم از اهل قریش مجبوری انداز بگیرم، اما شاید در آینده این کار را بررسی کنم. ما کمکت میکنیم ابو طالب. نباید مردم عرب بگویند که فرزندان هاشیم بعد سری پدرشان کاری کرده نتوانستند. این کار را هاشیم سپس پدرمون عبدالمطالب انجام داد. ما باید که به گرسنگان طعام بدهیم، حرمت خویشاوندان را پاس داریم و به ستم دیدگان کمک بکنیم. ای قوم هاشم، اهل قریش شما را با این راهبری میراثی آرام نمیگذارند. ما نیز این میراث را به قریشی ها هرگز بخشیدنی نیستیم امک. حقا که با تکبر از هاشم عبدوشمس جدا شد، عاقبت هاشم سرور شد نه عبدوشمس، و جدا شد امیه از عبدالمطالب و خود را به کلی از او کنار گرفت. ما به حاجیان طعام داده آیینمان را ادامه بدهیم، آنها به تجارت مشغول شده مالشان را ذخیره کنند. در چنین صورت چگونه راهبری را به آنها میدهیم؟ ای سروران قریش، پدر و بابایان مردند، پسران و نبیرگان باقی ماندند. شرطنامه هایی را که آنها بسته بودند دیگر به ما تعلقی ندارد. ما پسران عبدالمنافیم. در منزلت کسی از اهل قریش به ما برابر نمی شود، ولیکن فرزندان عمکمان از قوم هاشم خود را بالای ما سرور می حسابند. چه اندیشه دارید؟ راهبری را نخست دادیم به هاشم و عبدالمطالب، حالا باشد به حارث و ابوطالب. ای جنابان قریش، همه شما فرزندان لؤیید و فرزندان قصی برادران شما اند. فرزندان عبدالمناف هم نکوکار و شرافتمند هستند. قسم بلاد سروری این وظیفه میراثی نیست. این مقام را مردم عرب به سزاوارترین انسان میدهند. هیچ یکی از فرزندان قصی برتری ندارند از هم دیگر. آرام باش اتبه. قسم بلاد همه مردم عرب میدانند که هاشم مردم و قبایل را از گرسنگی نجات داد. نامی او عمرو بود، تخلصش را هاشم گذاشتند. امری که به قبایل خود همه دارایی‌اش را بخشید. در زمان راهبری عبدالمطالب اهل حبش را پرندگان سنگباران کردند. همین گونه ابرهه و لشکرش را نابود ساختند. دیگر شما چی میخواهید؟ عبدالمطالب با سن سال و شرافت از ما برتری داشت، ولیکن همه ما با فرزندان او برابریم. ما سران قریشیم. فکر نمی کنم که یکی بر دیگری باید برتری داشته باشد با نام و نسبش. به مقام سروری آن سزاوارتر است که نسبت به مردم غمخوار باشد و مردم از او اطاعت کنند. شما باید خوبتر فکر کنید. ما ساکنان حرمیم و از دیگر مردم فرقیت داریم. بعد از اون چی به ابرهه گذشت، مرتبه مردم قریش والاتر شد و کسی جرأت نمی کند به ما ضرر رساند. همه باید در گرد میراث پدرانمان متحد شویم. اگر این را رد کنید، جدایی را پیشه کنید، نیست و نابود میگردید. در خیر و نیکی بمانید. به کجا پسری اسد؟ به خانه. دیگر کسی ما را راهبری نمی کند. ما داراتریم. هر آنچه آنها دارند ما هم داریم. پس چرا آنها ما را راهبری کنند؟ من سروری قریش می شوم. اگر زنده بمانید این را می بینید. می بینیم، حالا می بینیم. شب خوش. مرحمت بگیرید. خوش. فردا به شام می رویم. پروردگار کعبه شما را سالم برگرداند ابوطالب. تشکر به تو فاطمه، تشکر به تو. بچه ها خوابند؟ بله، همشون خوابند بجز محمد. ای حبیب من محمد، تا آمدنی من نمی خوابد. به او بگو امکت آنگاه آرام می خوابد که تو نیز آرام بخوابی و همراه او باشی.
اینقدر او را دوست می‌دارید ابو طالب؟ به خدا سوگند فاطمه، نمیدانم این از دوستداری بسیار باشد و یا این که از دلسوزی هم نسبت به او. او از رفتن شما به شام آگاه شد و چشمانش پر از اشک بود. به او رحم بکن فاطمه، یتیمی دل را مجروح می سازد. براستی او بسیار پسری با برکت است. او رحمت است برای قوم هاشم. هیچگاه فاطمه او را تنها مگذار. سوگند به خدا از بین همه فرزندانم دیده برایم عزیزتر است محمد. میدانم فاطمه، میدانم. دلم بسیار می سازد برای آن یتیم. ببین فرزندان من اکنون کلان شدند و مادرم تا حال در قید حیات است. اما درد یتیمی را الکی در کردم بعد وفات پدرم عبدالمطالب. چطور گریه نکند محمد؟ چطور؟ ای حاریس، چی میگویی هر؟ تو با کاروانیان برای تجارت میروی همراه همان به شام؟ نه، برادرم ابو طالب. ابو طالب؟ من باز شنیدم که ابو لهب همراه ما سفر میکند. بزرگ ما ابو طالب است. و تصمیم گرفتید که او برود؟ بله، و این به تغییر میماند. مادر درود بر شما مادر. پیسرم تو به سفر میبروی؟ بله مادر، آمدم تا دعای شما را بگیرم. خدای کعبه تو را حفظ نماید. به تو راهی سفید و تجارتی با برار آرزومندم. خدا مال و اموالت را حفظ نماید و همه وقت خیر را همراهت بگرداند. پیسرم تو سروری قومی، باید که مالی زیاد به دست بیاری تا دستگیری دیگران باشی. امیدوارم سفری نیک و تجارتی با برار داشته باشم مادر. به محمد با او چی می شود؟ او همراهی خاندانم و همسرم فاطمه میماند. برکه هم او را نگاه بین میکند و هیچگاه تنهایی را احساس نمی کند. او را به نزد من بیاور تا با من بماند، چون او را به آغوش میگیرم. پدرش به یادم می آید. نگهبانیش میکنم تا آمدن تو. هرچه که شما بخواهید مادر. به فاطمه میگویم تا همراهی برکه محمد را نزد شما بیاورد. خدا از تو راضی باشد پسرم. تو مثل فرزندانت او را پرستاری میکنی و حتی بیشتر. چنان به او مهربانی میکنی که درد یتیمی را از یادش میبری. قسم به خدا جدایی با او را تحمل کرده نمیتوانم. مرا در حیرت گذاشته است. به خدا در حیرتم برای او. برای چی پسرم؟ 39 سالش حالا به 13 نرسیده است، اما در او عقل شخصی کامل را مشاهده میکنم. همه وقت سخن حق را میگوید. مثل کلان سالان مکر نمی کند و مثل کودکان بیهوده نمی گردد. بدن و روحی قوی دارد و از هیچ کس نمی ترسد و خودپسندی هم نمی کند. سخنی بیهوده هرگز نمی گوید مادر. دشنام نمی دهد. از همه این او برکنار است. عجیبش این که او بی نهایت تنهایی را دوست می دارد. مثل دیگر جوانها او به بتها سجده نمی کند. هر روزی خدا رفته در کوههای مکه تنها می نشیند. می بینم که او تماما اهمیت نمی دهد به بتهای گردی کعبه. و باز شنیدم که او گفته است که این بتها هیچ سودی نمی آرند به قریشی ها. در این باره از او سوال کردی ابو طالب؟ بله سوال کردم مادر، سوال کردم، اما او به سوال داده من پاسخی نداد. لیکن من درک کردم او نفرت دارد به بتهای گرد کعبه. هنگام طواف به هبل و عزا او سجده نمی کند. مرا در حیرت گذاشته است. به همه این نگاه نکرده. دلش پاک است و سخنانش حق. کلان سالان را حرمت می کند. با خردسالان مهربان است. او انسان امین است. بله پسرم، او امین است. پدرش نیست امین بود. قریشی ها میگویند نیست کسی مانند او امین. آخر او از قوم هاشم است مادر. باید که چنین باشد. همه شما انسان های خوبی. کسی نیز به این زید نیست پسرم. تشکر مادر. راهی سفید پسرم.
درخواستم رو فراموش نکن پسری عمک. پروا مکن ابولهب، فراموش نمیکنم. خدایمان حبال نگهبانت باشد. باید حرکت کنیم. کجا شد ابو طالب؟ صبر کن، حاضر می آید. ای اهل قریش، این کاروان تابستانه ماست که روان است به شام. عبارت از متاعهای ابریشمی هند، عطرهای خوشبو کننده، همچنین استخوان فیلها و جواهرات قیمت بها. ای اهل قریش، هنگام بازگشتن من به شما دیگ و طبق میارم از شام، همچنین شربت، گندمی با صفت شامی و اسبابهای لازمه روزگار. غلام دختر نمیاری که سفید نازک بدن باشد، مویهایش سیاه، چشمانش کبود، قدش بلند، مفتون کننده. تو هیچ از این عادتهایت خلاص نشدی عبدالله. همه چیز را سودا کردم، قریب همه چیز، اما تجارتم بعد خرید و فروش غلام دختران برار گرفت. غلام دختران زیبا، مویهایشان پریشان. گوش کن عبدالله، تو غنی و سخاوتمند هستی، لیکن ما فرزندان هاشیم با خرید و فروش غلام دختران و کودکانشان روزگی نمیدیم. لیکن قریشی ها به این ضد نیستند، رو نمیگردانند از غلام دخترانی نازک بدن. هرگز رو نمیگردانند. از این کاری بعد به خدا پناه میبریم. ابو طالب، او برای رفتن شما بسیار گریه میکند. ای سروری فرزندانی هاشیم، نمیدونم چی کار کنم. محمد رو با او گفتم، اما کد به شام رفته میآید، برای تو هر گونه توفه ها میآورد و میبینی که آن توفه ها تو را خوشحال میکنند. او میگوید من میخواهم همراه عمکم باشم، تنها این مرا خوشنود میکند. او را ببینید به شما بودن نمیتواند. به خدا سوگند برکه، من هم جدایی با او را تحمل نمی کنم، لیکن او در این راه های پرمشقت عذاب میکشد تا اینکه همراه هم ببرم. او را بینگرید چقدر برای شما اشک میریزد. ای نوری چشمان برادرم محمد، گریه مکن، آرام شو. قلب مرا نیز غم زده مکن با گریه هایت. سوگند به خدا تو را به شام همراه هم میبرم و بی تو هرگز نمیروم. تو نیز قصدی به شام رفتن رو داری پسری هویریس؟ بله ورقه، با کارهای تجارت آنجا میروم. گوش کن عثمان، تو میدانی که من بود پرست نیستم و روحم رو گم کردم. با اون جایی که شما سفر میکنید روحانیانی یهودی و نصرانی بسیارند، اما پیروان دینی بابایمان ابراهیم نیستند. یک تا پرستی؟ بله، یک تا پرست، پیروان بابایمان ابراهیم، ولیکن مردم آن آیین را به کلی تغییر دادند. گذشتگان نیز چنین میکردند. گوش کن عثمان، تو نیز سفر میکنی آیین بابایمان ابراهیم را میخواهم جویا شوی. جویا میشوم ورقه، حتما هر چی که شنیدم به تو میرسانم. محمد رو به کجا میبری ابو طالب؟ به شام میبرم. چگونه برادر؟ او حالا بینهایت جوان است، تحملی سختی های راه، گرمی هوا و تشنگی را ندارد. بگذار به خانه برگردد، ما او را نگاه بین میکنیم. ابو طالب، نه به خدا سوگند او را اینجا نمیگذارم. او از من پرسید عمک مرا با کی میگذاری؟ چنان سخنهای دردناکی گفت که طاقتش را نکردم و بسیار گریه کرد برای من. بگذار تا همراهی من برود، خواطر نباش. نمیدانم چی گویم. نسبت او با دقت باش ابو طالب، بسیار با دقت باش. آسوده باش برای محمد حارث. به خدا سوگند او دردانه است که من در این دنیا دارم. ای اهل قریش،
وقتی حرکت کاروان به سوی شام فرا رسید حرکت میکنیم با یاری خدایانمان. ای اهل قریش، مواجب آیله و خانه و در ما باشید. خیر، آسوده باشه. خیر. راهی سفید به شما. راهی سفید. دیر آمد این قافله از مکه. سبب در چی باشد؟ تو را همراهی آنها خواهی که باهره. ای شمون، کو بیره ببین یگان کاروان به اینجا نآمد. زمانی رسیدنی آنهاست و باید که می رسیدند. حاجتی مهمی با آنها دارم. می خواهم زودتر آنها را ببینم. به دروازه طرف جنوب می روم و چون کاروانیان رسیدند واردی دروازه شدند. اینجا بیا فوراً و مرا خبردار کن. من از آنها خبری را شنیدن می خواهم. سالها منتظر بودم. زودتر بیرو شمعون، زودتر بیرو. میلش پدر. توقف کنید. یک ماه می شود که ما از سوی مکه به شام حرکت میکنیم، اما تا حال به بوسرا نرسیده ایم. رسیدیم. یک فرسخ راه دیگر ماند. این سرزمین روم است. با آنها کتاب نازل شده است. مثل نصرانی های نجران. آنها بود را پرستش نمی کنند. با آنها حاجت داری پسری هویریس؟ مردم به حاجت نمی شود. دانسته باش ابو طالب. کو بگو پسری هویریس؟ آن جوانی 13 ساله که همراه ما یک ماه می شود روان است. ناراحت نمی شود. شکایت هم نمی کند. جوانمردی خیلی به سختی ها تاباور است. آخر او از نسل هاشم است. او بسیار پسری با ادب، با شجاعت، صبور و با حیاست. نسبت به کاروان غمخوار است. باری هم از زبانش سخنی ناجای نشنیدم. من از دیگر کودکان مکه به کلی فرق می کند. میدونی تا حال من جوانمردی را ندیدم ابو طالب، مثل پسری برادرت. تصادفاً فالبین نیستی پسری هویریس؟ من نه. من از فالبینان قوم لهب و ازدشان نیستم، لیکن از چشمانش میفهمم او چگونه پسر است. بسیار دوست می‌داشته است تنها بودن را. صفت‌های عجیبی را دارست. آزاداندیشی و آرامی را اختیار کرده است. خردسالان این گونه صفت‌ها را ندارند. این صفت پیشوایان است. بسیار خوب محاکمه میکنی عثمان. برادرزاده‌ام از نسلی با شرافت است. هرگز خطایی در او ندیده ایم. علاوه بر این او انسان امین است. بله، برادرزاده‌ام محمد انسان امین است. مثل او رستقال را تا حال ندیدم. خدا رحمت کند پدرش عبدالله را. و علیه من نور النبوة رونق و من الخلیل و هدیه سیما صباحه ومساؤه بمحمد. مادر طالب، ای مادر طالب، چی میخواهی برکت؟ با کجا میروی؟ با کوه اجیاد. با کوه اجیاد؟ آنجا چی کار میکنی؟ کاروان ها رو انتظار میشوم مادر طالب. مشتاق محمد شدی؟ چگونه مشتاقش نشوم؟ آخر به او چون مادر بودم، تربیتش کردم، از خردسالی او را به وایه رساندم. سوگند به خدای کعبه دلم برایش از غم میکفد. کمی صبر کن برکت، صبر کن. حالا وقتی آمدنشان نرسیده است. میدونم مادر طالب، اما نمیتوانم در خانه به او آرام نشینم. برکت، الحال محمد و عمکش در شامند. سوگند به خدا من نیز پزمانشان شدم.
دیگر علاجه نداریم جز صبور بودن. میدونم. به هر صورت من به کوه اجیاد میروم. میفهمم تو را. آخر در اون کوه چی کار میکنی؟ به جانب شام مینگرم و بوی محمد را استشمام میکنم. این قدر مهربان هستی. عجب زنی دلسوزی. برو. ای پروردگار زمین و آسمان ها، چرا میبینم ابر تنها در آسمان در گرمای تابستان بالای آن چنگ خیسته حرکت میکند. خدایا فکر میکنم آنها آمدند. ای راهب شمعون، ای شمعون اینجا بیا. لبای پدر. ای شمعون، من احساس میکنم که کاروانی عرب ها جانب مکه اینجا می آیند. رفته این را عمیق بکن و زود بیا. زود باش. اگر در حقیقت کاروان سوی ما حرکت داشته باشد پس چیکار کنم؟ اگر آنها سوی ما می آیند مرا آگاه بکن فورا. با آنها کاری دارم. کاروانیان مکه. زود باش. زود باشم. مایلش پدر. نخواد همان باشد. نخواد که آن همان پیامبری باشد باهره که سالها منتظرش بودی. ای اهل قافله، ای تاجران قریش، ما به سرحد بصره وارد می شویم. اجازه ورود شدن به سرزمین آنها نداریم. به زودی تفتیشیان می آیند، از ما مبلغ می ستانند. سپس امکانیات گذشتن را پیدا می کنیم. اگر کسی میل وارد شدن به بصره را داشته باشد چی؟ می تواند، ولیکن به شمشیر و به اسب. اگر اهل روم از ما ناراحت شوند اجازت نمیدهند به شام برویم. از همین جا ما را پس میرانند. ما باید کار کرده همراهی کاروانیانمان به شام برویم. من رفته میبینم. خوش آمدید برادر عرب. این قافله از مکه می آید؟ بله چنین است. ما تاجران قریشیم. یک چیز پرسم، در بصره هست راهبی که درباره خدا و دین نصرانی چیزی بداند؟ بله هست. او کیست؟ راهب باهره. ما اینجا تنهاییم زید. بله ورقه، بگو. دلم گواهی میدهد زید. آنچه را که مردم انجام میدهند همش نوآوری است. من هم برای همین خواطرم. باز چه ها میگویند؟ وای بر آنها زید. چی طور میگویند که ما پیروان دین ابراهیمیم؟ آنها با صدای بلند میگویند که خدایا تو هیچ شریک نداری. سپس در ادامه میگویند به جز شریکانی که در نزد تو هستند. این مگر شرک نیست؟ آنها لات، عزا و هبل را شریکان خدا میدانند. مگر این آیین ابراهیم است زید؟ قسم به خدای کعبه، چی باید کرد ورقه؟ باید آیین پدرمان ابراهیم را بجوییم. آشکار یا پنهانی؟ پنهانی باید جویا شویم زید. سوگند به خدا اگر مردم آگاه شوند ناخوشی به سرمون میآورند. حتی با بت‌های آنها کار هم نگیریم؟ گپ تنها در این نیست. ما قریب چیزی را نمیدانیم درباره آیین پدرمان ابراهیم. آن آیین را به کلی تغییر دادند زید. نمیدانم کدامش راهی راست است و کدامش باطل. ابراهیم یکتاپرست بود. بله، ما نیز یکتاپرستیم. لیک ما نمیدانیم که او چگونه خدا را پرستش میکرد. این را ما یقین میدانیم که خدا یکه و یگانه است و باوری داریم که او یگانه آفریدگار است. برای همین او را سجده میکنیم و بت‌های بیجان را هرگز پرستش نمیکنیم. از قربانی هایی که برای بت‌ها به جا میآورند هرگز نمیخوریم و کناره میگیریم. از کارهای بدی که میکنند باید که بپرهیزیم. حق را میگوی ورقه. در کوههای مکه خدا را عبادت میکنیم. بله، آنجا عبادت میکنیم. ولیکن چگونه نماز میخونیم؟ میگوییم که خدا یکتا و پروردگار عالمیان است. از غیر او دوری میجوییم. باز کسی با ما هم فکر است؟ عبیدالله پسری جحش. او با ما خیلی نزدیکی دارد.
و هم فکری ماست. باز عثمان پسری هویریست. عثمان؟ نخواد که او با ما هم فکر باشد. او انسان است مثل ما زید، لیکن در دلش کمچی خیلی آرزوهایی دارد که من نفهمیدم. از آرزوهای او خداوند آگاه تر است. او نیز به شام رفت، شاید به ما خبری آورد. او را امر کردم تا پرسان شود. خدایا با ما راه راست را بنمای. ای اهل قافله، ای اهل قافله، ای تاجران مکه، این راهبی بوسراست. او از ما چی میخواسته باشد؟ پدرم شما را دیدن میخواهد. پدرت؟ پدری تو کیست؟ پدرم راهب باهره است. شما او را نمیشناسید؟ او انسان دانشمند است. بسیار مردی با تقوا و خدا ترس است. مردم اینجا همه او را احترام میکنند. او برای شما دسترخوان آراسته است و میخواهد که شما هر چه زودتر نزدش بروید، مگر تکلیفش را رد میکنید. ممنونیم از او. چی شد که ما را میخواهد بپذیرد؟ مرا فرستاد تا شما را به اونجا دعوت نمایم. مهمانداریتان میکند. قبلا او چنین انسان نبود. ما هر سال به اینجا میگذشتیم. باری اول از او ما را به طعامخوری دعوت میکند. در گذشته از نزد خانه‌اش راه را عبور میکردیم. دقتی به ما نمیداد. اکنون به او چی شده است؟ حقا که پدرش روحانی بزرگ است. ما هم راحت میرویم به بوسرا. چی گویم به او؟ به او بگویید که فردا همه امان خواهیم آمد. دعوتش را رد نمی کنید. یکی نمونده همه اتون بیایید. مایلش همه امان می آییم. همه امان می آییم. سلام و سپاسگزاری ما را به او برسانید. به خدا قسم زید، به دشمنی مردم نگاه نکرده من جویا می شوم آیین پدرمون ابراهیم را. راه حق را که پیدا کردی مرا نیز خبردار میکنی؟ چون راه حق را پیدا کردم حتما آن را به تو نشان میدهم. وای بر آنها زید. میگویند خدا به ابراهیم سپارش داد کعبه را بسازد و آن را از هر گونه آلودگی پاک سازد تا مردم یکتا پرست ادای حج فرضی و عمره را به جای آورند. همچنین آنها میگویند عمرو پسر لوحیل آن بتها را به مکه آورد. قبل از این هیچ بتی در اونجا نبوده است و بت هوبال را او در درون خانه کعبه گذاشته است. آنها این چنین میگویند که با وسیله بتها به پروردگار نزدیکی میجوییم. گویا به خدا نزدیک نمیشوند اگر آن بتها را پرستش نکنند. راست میگویی ورقه. نخواد باور داشته باشه که آنها ما را آرام گذارند چون از آیینشان رو گردان شویم. با خدا با مشکلی سختی روبرو میشویم. در این باره فکر نکن زید. از آنها دور میشویم و بتها را پرستش نمیکنیم. با خدا قسم دیگر از گوشت قربانی هایشان نمیخورم. خدایا طرز عبادت درست رو با ما نشان ده تا تو رو پرستش کنیم. کی می آیند این عرب ها؟ کجا گم شدند؟ حاضر می آیند پدر، حاضر می آیند. به حق خدای آسمان و زمین و آنچه در بینشان است، این با خوری را سالها باز انتظار بودم. خدایا دیدن او را به من مشرف می‌گردان. خوش آمدید تاجران مکه. مرحمت بیایید. خوش آمدید. مرحمت. مرحمت وارد شوید. مرحمت. شما چی فکر میکنید ای اهل قریش؟ باهره راهب شخص آبرومند و با عزت است. میخواهد تجارت را از ما بیاموزد یا ما را به دین خود آشنا سازد؟ بسیار عجیب سخن میگویی پسری امیه. قبلا کسی از راهبان چنین نکرده است. این راهب از مردم عرب دائم پذیرایی میکند. او در این مکان به گرسنگان طعام میدهد، به حاجتمندان و مسافران کمک میکند. روحانیان مردم خدا ترسند و روحشان پر از مهربانی است. مرحمت جنابان، گذرید. پدرم شما را انتظار است.
مرحمت گذارید جنابان، بنشینید. از دیدارتان بی نهایت شاد گشتم. خوش آمدید جنابان مکه، بنشینید. از تشریفتان خوشحالم کردید ساکنان حرم. شما حرم را میدانید محترم راهب بزرگ؟ کیست آن خانه را نداند جناب؟ من درباره کلی نیم جزیره عرب میدانم، هم قبیله هایش را و هم معبودهایش را. از نقل کنندگان حوادث نجرانی شنیدم. میدانم که زنو و سردار یهودی مردم را با عذاب و مشقت ها به آن وادار میساخت تا آنها دین یهودی را مجبورا قبول نمایند، اما مردم عرب به همه نگاه نکرده آیین زنووس را قبول نکردند و دوری جستند. عرب ها دین مسیحی را نیز قبول نکردند راهب محترم. تو کی هستی ای جناب؟ من عبدالمناف پسری عبدالمطالب پسری هاشم. مردم مرا ابو طالب نام میبرند. اینک تو سروری مکه‌ای، پسری سروری پیشینه. حق را گفتید تقصیر. مرحمت بخورید، همش برای شماست. دسترخوان خوب آراسته، بهتر از دسترخوان عبدالله پسر جدعان. ما قبلا چنین پذیرایی را ندیده بودیم. مرحمت بفرمایید، نوش جانتان با ساکنان مکه. گریه میکنی برکت؟ چیزی را گم کرده ای؟ بله، به نهایت من پزمان شدم محمد را. من نیز او را پزمان شدم، اما چاره جز صبر نیست. خوش به حالت که او را چون مادر نگاه بین کردی. به خدا سوگند برکت، تو برکتی هستی برای خاندان ابو طالب. چی فکر میکنید آنها بسیار آنجا میمونند مادر طالب؟ سفری تابستانه به شام تقریبا 3 ماه است. از خدای کعبه التجا بکن برکت تا تجارتشان برار بگیرد و فایده به دست بیاورند. تجارتشان برار میگیرد مادر طالب؟ برار میگیرد؟ تو این را با باوری میگویی؟ بله، زیرا همراه آنهاست محمد پربرکت. تو از مایی غلام و خدمتگار ما نیستی برکت. تو اهل خاندان مایی و محمد این را تصدیق میکند. خیلی بالا زد. آبی صاف و گوارا. میوه هایی که مردم آرزو دارند از آنها بیچشند. دسترخوان آراسته‌تان پر از ناز و نعمت از راهب محترم باهره. ببخشید تقصیر. همه نصرانی ها هم عقیدند؟ نه ای مرد قریشی، به چند گروه تقسیمند. بینشان اختلاف است؟ بله، آنچنان اختلافی است که بعضاً با خونریزی می انجامد. در ساخت دولتداری امان شخصی که به عقیده حکومت دارند و دینشان موافق نباشد او را به قتل برساند. اریوسیه و عاقبه، این دو گروه با عقیده هم مخالفند. مردمی کیف و حبشه با عقیده و رسم و رسوم ویزانتی ها مخالفند. از برای خدا به من بگویید، مگر کسی از شما در قافله باقی مانده او را نآوردید؟ ببخشید، من همه شما را دعوت کرده بودم. از قریشی ها هیچ کس نماند. ما همه آمدیم. تنها یک پسر بچه در قافله ماند برای نگاه و بین کاروان و غلام هایمان. پسر بچه میگویی؟ آخر من بسیار خواهش کرده بودم که همه اهل مکه به اینجا بیایند. ای شمعون، زود رفته او را بیاور. قسم بلات بزرگوار، این گناهی ماست که او را به اینجا نآوردیم و در کاروان گذاشتیم. او پسر بچه خردسال است. ما گمان نکردیم شما برای این آزرده می شوید. او را با خود نآوردیم. کدامی از شما پدری بویید؟ ابو طالب. تو پدری او هستی؟ نه عمکش. پدر و مادرش فوتیدند. اول پدرم عبدالمطالب سرپرستی او بود، بعد از سر او من عهده‌دار شدم. به خدا از همه فرزندانم دیده برایم عزیزتر است. عزیزت را پرتافته خودت آمدی؟ سوگند جدایی با او را تحمل نمی کنم. برای همین او را با خود آوردم به شام.
این نیست که از ملامت عموزاده هایم او را به اینجا نآورده باشم. حالا خردسال است تا یک جا بنشیند با سران قریش. او چند سال است و پدر و مادرش کی از دنیا درگذشتند؟ برادرزادم حالا 13 ساله است. چون پدرش فوتید او در رحم مادرش بود. مادرش باشد آنگاه فوتید که او 6 سال داشت. خدایا، او همان پیامبری است که منتظرش بودم. نخواد همان پیامبری باشد که در کتابمان انجیل خبر داده شده است. نخواد این همان باشد که پیامبر عیسی مسیح بشارت داده بود. خدایا به دیدارش مشرفم. به شما چی شد راهب؟ ما را به اینجا دعوت کردید؟ از ما چی میخواستید؟ مگر تو نمیدانی روحانیان دلشان بسیار میسوزد برای یتیمان؟ با خدا سوگند خطا کردیم که او را آنجا گذاشتیم و خودمان به اینجا آمدیم. اینجا خونه ماست ای پسر بچه. اینجا بیا پسرم، اینجا بیا. همین است برادرزاده ابو طالب؟ بله اوست پسری برادرم، محمد. محمد؟ با این راهب چی شد؟ بسیار دقت می‌دهد به محمد. ما رو بوش از فراموش کرد. برای تکلیفتان منت داریم راهب. بیچینید، این ناز و نعمت همه برای شماست. شکرالله، بسیار خوردیم. اهل قافله ما را انتظار است. بسیار منت داریم، منت داریم. ابو طالب، یک لحظه است، با تو گپ دارم. این راهب به ابو طالب چی میگفته باشد؟ و فکرم درباره پسری برادرش محمد. ای ابو طالب، برادرزاده محمد را گرفته زود به مکه بشتاب. از قوم یهود محافظتش کن. اگر از او آگاه شوند به خدا او را میکشند. آنها تشنه خونی اویند. این چون این محافظتش کن از شر مردم مکه. در بین آنها شخصانی هست که میخواهند زیانش رسانند. حقا که برادرزاده‌ات آینده‌ای بزرگی دارد. هرچه زودتر برگرد به منزلت. زود باش.